چی شد که دوباره جنگ شد که دست فرمون شما دوباره رسون به جنگ؟ ولی دست فرمون من نبود. جناب اگر ما جنگ رو ادامه میدادیم بهتر بود. جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست. خوبم هست که نیست. پیش بینی ایجادی میشد توی کشور؟ نه. مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد. نتانیاهو گفته بود بارها که یک unfinished job وجود داره، یک کار تمام نشده مونده. شما شنیدم آیا حجازی رو تو آوار در آوردن؟ از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان؟ گفت نمیدونم. وای ای تو زدن. وای. ولی اعتبار مذاکره کننده ها از بین میره ها. وقتی شما هی میری مذاکره میکنی هی جنگ میشه. تا حالا شده تو جلسه شرکت بکنی که هر لحظه احتمال بدی ممکنه منفجر شه کل جلسه؟ اینو الان پخش نمیکنه. بعید میدونم بتونیم پخش کنیم. فکر میکنید مذاکره فریبه؟ خیلی خوب فریب نخورید. یکی از فرماندهان ارشد نظامی یه خورده بهش برخورد. گاه عراقچی چی هی میگه هر دفعه میگه کسی فریب نخوره. ما قراره فریب بخوریم. ما آماده. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم. جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود. هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه. ما نمیجنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد. ما در هسته‌ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگویی ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنیم نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر. این نباید اتفاق میافتاد. تصور واقعا این بود که اینجا شبیه ونزوئلاست. وقتی که منطقه زیرساخت‌هاش شروع کرد به خوردن تازه فهمید که جنگ جدید. ما زودتر می‌زدیم زیرساخت‌ها رو. و یه سناریو بود که اگر رهبری زدن چیکار کنه. پس این پیش بینی بود. حتی کد داشت. اینجا که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه. اگر ما انقدر دست برتر داشتیم پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟ اگه میتونی به جنگ با جنگ کارو تموم کنی، پشت خیمه میتونی بری خیمه‌اش آتش بزنی، خور بزنی. آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بود، لاریجانی داشت، خطیبو داشت، عسلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت. من میگم اون 15 روز شاید باعث بشه که اون ناامیدتر بشه دفعه بعد نیاد. با شاید که نمیشه تصمیم گرفت. قطعی بگو. اگر و مگر نداره که نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور با جون مردم. خب میگم نظامی‌ها موافق بودن. این اصل کار نظامیه. آتش بس پس با نظر آقا مجتبی است دیگه. این چای مال خوردن یا دکور صحنه؟ نه شما بخورید داره سردم میشه.